هر مسلمانی که در کشور کفری زندگی میکنه کافر است. حالا حتما میگی به چی دلیل؟ صدقه یمو کسی شوم که دنبال دلیل میگرده و حرف بی دلیل قبول نمیکنه. البته این گپا رو به عنوان یک ملا نمیگویم. بسیار ملاهای نکتای پوش اروپایی میبینیم که آمده مردم حق نق کافر میگه. گوش کنین که من چی رقمی از روی قرآن و حدیث و قوانین کشورهای اروپایی این ملاگکا را کافر میکشم. از این ملاگکا پرسان بکنه که چرا به کشور کفری آمده؟ اولین گپشان همی است که هجرت در اسلام فرض است. رسول خدا هم در وقتش وصل بالای ظلم کردن هجرت کرد. اما ما که میریم قرآن میخوانیم هجرت از کشور کفری به کشور اسلامی فرض است. نه که به خاطر پیسه بیای غلامی کفر بکنی و بعد فخر فروشی هم بکنی که من هجرت کردم. ترجمه آیه 97 سوره نساء را گوش کنین. کسانی که در کشور کفری ملائکه جان آنها را میگیره از آنها پرسان میشود که چرا در حق خویش ظلم کردید؟ اونها میگه که ما ضعیف و ناتوان بودیم از دستمون چیزی نمی آمد. بعد ملائکه میگه که آیا شما پهناوری زمین خدا را نمیدیدید؟ نمیتوانستید به جای دیگری سفر کنید؟ پس جایگاه ابدی شما جهنم است. سنن ابی داود حدیث 2645 پیغمبر اسلام میگه من از مسلمانی که در بین کفر زندگی کنه بیزار هستم. در سوره مائده آیه 51 میگه که ای اهل ایمان که یهود و نصارا دوستی نکنین. اینمی یهود نصارای که میال نان اشکه میتره قطع کنه از گرسنگی میبره. از نظر آیه قرآن دوستی تا امروز اینمی مردم نارواست. اینمی تمام عالمای دینی که شما عکسشون رو میبینین من از اینا از تک تکشون ویدیو دارم که زندگی کردن در کشورهای کفری را ناجایز میدانن. اما تو منطقی هم که بیاندیشیم وقتی که وارد این جامعه میشوی درخواست تابعیت میکنی و اینا رو برای تو تابعیت میتن، یعنی تو تابع کفر میشوی. اینمی تابع کفر کی است؟ کسی که کافر است تابع کفر اینمو است. تابع کفر شدن خودش کافر شدن است. به طور اتومات از اسلام خارج میشه. این وقتی میایین در هر جای اینا شعار دارن که قانون کشورشون بالاتر از دین است ولو هر دینی که باشه. فرض مثلا در کشور فرانسه وقتی که شما در یک اداره دولتی یا شرکت دولتی کار میکنین حق ندارین نماز بخونین. خانم‌ها حق ندارن که حجاب بپوشن. در جامعه فرانسه هر چیزی که تعلق دینی شما را نشان بده ممنوع است، چون اینجا یک جمهوری لایق یعنی بی‌دینی است. و من خبر در بی بی سی هم خواندم این قوانین به نظرم به زودی در سراسر اتحادیه اروپا عملی میشه. در کشور فرانسه به مکتب روان کردن کودکان از سن 3 سالگی جبری است و در مکاتب هم درس دینی ممنوع است. حق ندارید دینی درس بده. پس شما بیاندیشین که آینده کودکانتون چی میشه. در کشور فرانسه یکی از بزرگترین جرم ها ای است که تو دخترت مجبور بکنی که امروی فلانی ازدواج بکنه. اگر دولت خبر شود بسیار یک جریمه نقدی بزرگ و بر تحمیل میکنه و همچنان چندین سال زندانی میکشی از خاطر از این کار. و هر وقتی که دخترت به سن بلوغیت رسید به دل خودش هر جایی که میره و تو حق نداری دخالت بکنی. و صدها مسئله جزئی دیگر از این قبیل که تو در اینجا زنای به حجاب میبینی تحریک میشوی، در اینجا در شرابخوری را به گونه علنی میبینی، در چقدر محصولاتی که تی استفاده میکنی گوشت خوک است. دیگه ما همینجا خاتمه میدیم که ویدیو طولانی نشود. کل دیگه تان کافر هستین کسایی که مردم کافر میکشی.